حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه. گفت یا آب است یا خاک است یا پروانه. گفتمش احوال عمرم را بگو، این عمر چیست؟ گفت یا برق است یا باده است یا افسانه. گفتمش اینها که می بینی چرا دل بستند؟ گفت یا خوابند یا مستند یا دیوانه. گفتمش احوال جانم را پس از مردن بگو. گفت یا باغ است یا نار است یا ویرانه.